سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. قراره که توی این ویدیو با کمک پدرم یه دونه ترقه بسازیم، اما نه هر ترقه‌ای. بابا معرفی نمی‌کنی خودتو؟ من معرفی بودم. من یه سری بر وسایلی که گفته بودی آوردم دیگه نمیدونم. خب یا علی، بذار اینا رو بذاریم کنار. بابا دستکش از الان که نفوش. نه استفاده که خب بری به ساحل. خب بگو باروته کو باروته. بابا خب. باروت نه از الان نگو چه. یالا لعنت شاخ. خب بچه‌ها اینجا من یه سری وسایل رو آوردم. خب بابا قراره که توی اینا چیکار کنیم؟ این الان چه شکلیه؟ توی اینا باروت میریزیم، چاشنی میذاریم. این چیه؟ این الان چاشنیشه. این چاشنی احتراقیشه، اونم چاشنی الکتریکیشه. آها، قراره بچه‌ها با برق باتری دیگه، با برق بترکونیم. بعد از اینا قبلا یکی دو تا ترکوندیم، من استوری کرده بودم، ولی خب قراره که از صفر تا صدش بسازیم و استفاده کنیم. بعد یه چند تا آوردیم. الان چی میخوای؟ الان باروت میخوایم. این باروت. آره. اینا هم که آماده است. با این الان از دست من بیفته چی میشه؟ هیچی، جفتمونو میریم تماشاگرها همه میریم هوا. اوکی. خب این هم میخوای؟ آره ترقه. این چیزاشو میخوایم. این سراشو میخوایم. این درفشاشو میخوایم. آها اوکی. خب الان این خوبه دیگه. اوکی. من دستکش بپوشم. خب دستکشام خوبه خیلی پسنده واسه این کار. نداشتیم، از مامان گرفتم. پسندم یه درس اون برتر. ظرف مرفینا هم داشتید آخر کار بدید بشورم. این فتیله رو میذاری توی اون. آره نه ایوالله. اون یکی ها یه سری هاشون تیکه شده، یه سری هاشون نشده. بذار من اینا رو تیکه کنم. پارچه یادم رفتش بیارم. پارچه برده باش. چاقرون بشینه. بارون داره میباره. فوری شیلیه چخت گوشون نشده من آیره برساده مثل بارون میخواد بگیره ها بابا. آره میگیره ها. خب بچه ها، به دلیل برودت بارش باران که در پشتم میبینید مجبور شدیم استودیو رو بیاریم از اون وسط بیاریم به اینجا. حالا چیز زیاد مهمی نیستش دیگه، نهایتشون رو آوردیم اینجا. میریم به ادامه کار. آقا یه سری سیمه که به عنوان چاشنی میخوایم استفاده کنیم، اینا رو مثلا در حد 3-4 رشته به همدیگه گره زدیم، شده به عنوان چاشنی، سیم چاشنی. و یه سری سیم مفتول دیگه. اینا مفتول هستش که اینجا میبندیم به سر این چاشنی ها که میشه همون اون چیزی که الان بابام داره انجام میده و میذاریم داخل اون ترکه ها. من الان این چاشنی هاشو ببرم. برای چی دستکش پوشیدیم؟ برای اینکه اون باروته، این باروتی که اینجاست، این باروته خب به هر جایی که میخوره میبینید دسته همونو نقره‌ای میکنن. واسه همین دستکش پوشیدیم. حالا من اینا رو ببرم این اندازه چند تا میخوایم؟ 1 2 3 4 5 تا. چه تکون میده اونو. آره خب یه کاری کنیم. میخوای من اینو بذار حواسم باشه؟ نه تمام بره اشکال نداره، ولی خب منظور جلوشو بگیریم. تمام حل شد. خب خدا رو شکر.
بچه اینطوری دوربین نشون بده، اینطوری فتیله رو درست میکنیم که وسطش سیمیه که نسبت به حالا ولتاژ گرم میشه، اینا گرم نمیشن، دیرتر یعنی گرم میشن دیگه. خب یه دونه پر شد. اون یه دونه پر شد. اینا چیز فتیله، فتیله‌شو گذاشتی؟ خب اوکی. بریدم یه دونه. بچه‌ها بارون بارید، ما همه چی رو جمع کردیم داخل، بارون دوباره قطع شد، دوباره همه چی آورد. خب من فتیله میخوام درست کنم، دستکش میخواد بذارم؟ نه. خب من نمیشه اونو پر کنم؟ نه چون اون کار بچه نیست. مرسی. بله گانش اون سرشه دیگه. درپوشه. درپوشه. یه طرفشو بچه‌ها گرم کردیم بستیم، یه طرف دیگه چند. خب من اسم میکنم یه هرچقدر زخامت لوله‌مو بیشتر باشه بیشتر صدا میده، نه؟ آره دیگه موادش زیاد میشه دیگه. بیشتر میشه. خب این چی الان؟ اونو نمیدونم. اینم داریم درشو میبندیم که خب موقعی که اینجا میخواد انفجار رخ بده خب این درپشو بیرون نندازه و صداشو هدر نده. مثل اگه بندازی بیرون مثل آبشار میشه، همینجا فقط آره نور فقط میده. نور میده دیگه صدا نداره. دیگه صدا نداره. برای بچه قراره اینجا یا باغ بره رو هوا یا ما بریم رو هوا، یا هوا بره رو هوا. داشت به جایی باریکی میکشی، خیلی چیز بدی داشت در میومد. امیر حسین بله میگم یه یادآوری برای دوستات بکنی که این نوع تجربیات و این نوع آزمایش‌ها الزاماً هر چی لازم نیست خودش انجام بده. آقا من یادم از لحاظ نبود ایمنیش. دقیقاً من یادم نبود پدر گفتش. بچه‌ها هیچ وقت اینا رو ببینید، اگر دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید که آقا مثلا دفعه بعدی از اینا درست کنیم، مثلا باهاش چی رو بهتر کنیم، چی کار کنیم، پیشنهاد بدید، ولی هیچ وقت خودتون این کار رو انجامش ندید توی خونه. کار خطرناکیه. چون واقعا هم کار خطرناکیه. این پدر واقعا کار خطرناکیه. هیچ وقت این کار نکنید. ما حتی فرمول ساخت این مواد بارزش هم بهتون نمیگیم به خاطر اینکه انجام ندید. خیلی خطرناکه. یک لحظه غفلت، الان مثلا همین باروتو آوردنی از کارگاه که می‌خواستیم بیاریم اینجا، کلی توی پارچه نایلون اینا پیچیدیم که مثلا حتی یه ذره حرارت بهش نرسه و واقعا چیز خطرناکیه. شما نمیدونید چیه، یه دفعه یه بلایی سر خودتون میارید. واسه همین هیچ وقت خونه انجامش ندید. ای والله خودتون. تمام حله. بچه‌ها بریم اینا رو بهتر کنیم. اونجا هم 3 تا هست، اینجا هم هست. بریم اینا رو بهتر کنیم. الان بارونه، یه جایی وای میستیم بارون قطع بشه، بعد میریم سیم میکشیم. حالا از یه جایی مثلا از یه جایی به یه جایی سیم میکشیم و اینا رو میذاریم و بهتر کنیم ببینیم چه صدایی میده. خب آقا این سیماییه که میخوایم بکشیم ببریمش اونجا بذاریم. این ترانس، این همون ترانسیه که الان سیم برق آوردن که وصلش کنیم. و اینجا هم این سراشون رو بابا برای چی داری این کار میکنی الان؟ این ولتاژ که بتونه این کار برای ما انجام بده، چون سرهای مختلف داره، اون ولتاژ رو ما ببینیم با کدومش بهتر انجام میده. خب اینم کمه، اونم کمه، اینم کمه. خوبه. آقا این الان این سیما رو من دارم برمیدارم میبرم اون بالا بذارم. بابا همون بالا بذارم دیگه. اون بالا بذارم دیگه. نه اگه برسه اونجا. یا زیر اون یکی چراغه بذارم. نه چراغه رو خراب میکنه. خب تمام. اون سیم برقی که رفته اونو خراب نکنه. نه تمام. آره این 2 تا سیما، این از اینه اینطوری سیمو کشیدی اومده پای. خب بابا آماده ای؟ آره اوکی.
آماده ای؟ آماده؟ آره. خب بزنم؟ نه بذار یه دقیقه به بچه ها نشون بدم ترکه کجاست. بچه اون سره، اون سر دیدید؟ خب آماده ای؟ بزن. آره بزنم؟ بزن. 1 2 3. خیلی بلند بود. خب بچه ها بذارید من اون سرش رو پیدا کنم. اونجاست، اون سر حله. بذارید نویز کنسلینگش هم آف حتی میکنم که قشنگ بشن. بریم بابا. آماده ای؟ آره. خب آماده ای؟ آره. بشمار. 3 2 1. آقا این یکی رو میخوام ببرم نوکش رو نشون بدم، اون لحظه انفجارش هم ببینید. خب آماده؟ بذار ببینم یه ذرم از این بیشتر زوم کنیم چی میشه. خب آمادم. برو بریم. آماده بشمار. 3 2 1 برو بریم. آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگر خوشتون اومده حتما لایکش کنید و بگید بقیه موندن رو توی کجا بذاریم. به نظر من توی بر وسایل بذاریم یا باهاش چیزای مختلف بهتر کنیم. هر چی که به ذهنتون میرسه توی کامنت ها بذارید. از الانم میگم اگر 2000 تا لایک بخوره با بابام یه ویدیو دیگه هم میسازیم در رابطه با، حالا اگه خواستید همین، در رابطه با چیزهای دیگه هم خواستید میسازیم. بابا حرفی نداری؟ نه مرسی. نمیخوای بگی مواظب خودشون باشن؟ چرا؟ خیلی مواظب باشن. اینا اصلا توصیه نمیکنن، برای امتحانش هم خوب نیست، مگر اطلاعاتشو داشته باشن. آره میرید رو هوا، از ما گفتم بود. لایک فراموش نشه. بچه‌هایی هم که جدید اومدن حتما کانال ما رو سابسکرایب کنن، عکس زنگوله هم بزنید تا ویدیو جدید گذاشتیم اولین نفر باشید که باخبر میشید. فعلا خداحافظ.